ای گوسفندو، شما کجا شدید؟ از پشت شما به عقل ها شده به خواستگاری هجری دیر میمانیم. اکا کنعان، ما یک کاری خردککی داریم، مو رو اجازه دی رویم ها. چی کار دارید؟ اکا ما یک کاری مخفی داریم. ای خربچه، مگر من به شما نگفته بودم که از دخترهای عزمی دور باشید؟ اکا ما با تو نه عزمی را گفتیم نه دختروشم. تو یک جوخید کدی اکا؟ یکی اکا دختروش تنجی بدای. ویا ما را دوست میدارم، ما با ویا را دوست میداریم. اکا کنعان عاشقان رو جدا نکن. علنه؟ حشرات ها، اگر شما رو یک بار دیگر در اطراف دختری عزمی ببینم، پیش از او من شما رو میپرانم. مرا با وی دیوانه سر به سر نکنید. برگم شه، من بطران امیت نیستم، حیوان. فهمیده؟ خوشیه گوش که من میرم نیکی دختر خوزگاری نمیکنم، تو خوزگاری میکنی من خوش نمیشم. اوی چطور میشوه آقای سعدی؟ اوه تو دومود میشوی؟ من همی گفت گفتیستم، من همی دختر را نمیخوام. من هم نمیخوام. گوش کنید، من هم نمیخواهم. بس هست، من خودم میکنم. سلام علیکم جناب سعدی، زودتر رفتیم. بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد به خدا. حاضر میگیرم همی خودیرت سر پرم وایرام شدگی اگر رد لکن. مبارک باشد، انشالله دختر را میدهم. ای صغیره، تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همی خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید، مبارک باشد. رحمت، خدا شما را هم خوشبخت کند. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم. رفتیم، شما هم بیایید. اکا کنان جون، ما از پس کارمو شویم. اکا کنعان، به این هم آدم بسیار است میگویم، ما زیادتی نشویم ها؟ خوب، اما از دخترهای عزمی دور میشوید، وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا، این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیگرد، وقتشون رو زیاد میگیرد. اکای کنون دیر میوه با جهاز هر دمون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور توی در آشنا نشونیدی اکای کنون رو میکشم میگوید. باجه عشق خودش آدم میکشم، میفهمی؟ ای شوکت، اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا، اگر من ایوهان میترسیدم در پاییز سوار نمیشیدم. شوکت، خیلی شده است که با پاییز ننشسته ایم. میترادم نشته؟ هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم ایشم با اوهان سوختگه اوشم. ای بچه چی نگاه داری؟ ای برادر، چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ جیگرو رام، ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنیه؟ تو در محله ما بو بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتایم. به درون میپرتون گفته است خانه را در نظر داره. جورا محبس رو گفته ایستاده، از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار بگیرن. انشالله نیست که نه از محبس بر اومده. سالی بیاکل تو سفسطه نگو، من پلیس 1000 متر بیدیم میشناسم. پیسرم شما کیم کی با ما با اتفاقی مکده گپ زده؟ تو برادر کلتکل از شوکت نیستی مگر؟ بله، شوکت جانی اصلی هم. اینو مرا یکشو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی، شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر، تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر.
تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگент هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیسم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است، این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید. یعنی کمیسر مراد، از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوشم میکشم. تو گوش کی رو میکشی؟ چی گفته استودیا؟ سمی بدبخت دم تا بگی ما گپ تا دو دیسم یا خدایا حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر، این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه پراتین یعنی که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه اون که نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگون چی بگو گپای ما تمام شد. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسون توج سری ما هستند، نسبت اونو احترامی به اندازه دارم. الان منم همین گپ گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدم خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتا کلاس خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکیلاس گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست، اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه ای پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ای پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پس او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده ام برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است؟ ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه باشه؟ مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد گو برای همین او رو پرسید. یکی باستم مرده است گویه. برادرم مرد نه مرده است برادرم که مرده. درد شاته بسیار وزنین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اولاد زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ بگب در آمده نمیتواند میگویم. آیسته آیسته صحبت کنیم اما دایم زیر میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود. من همین جایم. شوکت کرسفش گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دید میلش. خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جایید. اجازت شما باشم و دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. انسان دیوانه بودم. سگی گزنده. شغال ها. ابله من ایستا گفتم کجا میره تو؟ این تازه گفتنی گپ نیست. تازه نه. تازش اینه ایش بیس میشه و حیوانی چیه ها؟ استو چیسته؟ اسمس کن دخترکا برویا. می نویسم؟ تیسر نویس یادش کدم. اپا بچه ها در حوالی هستن. چی؟ پدرم باز نشنفد. خم میشم خیلی دستا بگه حیوان. اگر از میفهمد که ما با دختران شما میخوریم انیق میپراند ما رو. از میپرانم میلش کمال سیاف هم اگر کمال سیاف پرانده نتواند زباید انیق میپراند. چه زورم اگر ما رو به کپا اولادی میپراند. تو حیوان چه خیلی گپ زدی؟ ما اینجا مردنی اومدیم حیوان. شاکت مرو نترسون مرو دیگه خیلی فکر رو بد تنگو احمد. من دیگر نمیگویم. انا جیگرک تو اومدنی. خدا سختی بجازو کدوم اصلا. من هم تو رو یاد کردم شوکت. مگر ما همیشه پینهونی ما میخوریم. کی از پدرم خواستگاری میکنی؟ وقتی که بمره. تو چی گفته ایستاده ای؟ رفته در بالای گروش به صدا خواستگارید میکنم اصلا. در زندگیش خواستگارید کنم به خدا هیچ وقت روزی نمیشه. وای ابله ها، وای احمق ها. احمق ها. خم میشم خیلی دستا بگه حیوان. اگر از میفهمد که ما با دختران شما میخوریم انیق میپراند ما رو.
مگر من این را از شما نمیپرسم؟ بدوز مرا سمی به اگان جای دور رویم. من از تو جدا زندگی کردن نمیخواهم. چیکار کنم دوستم مگر؟ به اگان دهه لای بحر رویم. تو آنجا ماهی میداری؟ من باشم برای تو خوراک میپزم. من ماهی میدارم. این چگونه میشود؟ خوب میشود. من اینش رو نمیدونم شوکت. مرا از پدرم خواستگاری بکن. جانم چرا مرا نمیفهمی؟ اگر خواستگاری کنم او دیوانه مرا میپرونه. جانم تو پدرم رو خطا شناخته ای. او کسی رو آزار نمیدهد. پدری تو؟ بله خودش از پشت یک زنی خود پیسند است. باز با یک پسر و دختر ناشناس شده آنها رو خانه‌دار کرده نیست. خیر خانه‌دار شدن بعد؟ نه آنها دوست داشتند. دختر ما مردیم در اینجا در حق زنگیری چون ما را خانه‌دار نمیکنه؟ بله دختر هاز من تکلیف خانه‌دار شوی نکردم. تو چقدر تیز بله گفتی؟ آخیران دایتان را خانه دشمن‌ها صلحیه نازیه بزمید. التماس جان در زمین نشنید. پس تو پینها شما وی آشقاسی سامی گفتم که بیامی کارو نکنه. ای بدبختان از پشت دخترهایم بیرون شوید. حیاتم مرا بدوز. من با شما یک گلابی نشان ساختی میدهم. بیارم. تو با من ماهیداری رو میآموزانی. مرا با شوکت از گپی پدرم نمیبرم. آخه پدر شدن نمیخواهم. امروز آخه پدر شد من گناه تا به کلا میگیرم. التماس مرا باش سمی من از گپ پدرم نمیبرایم. همین رو گوش نکن آخه. شما چگونه مرد هستید که در پشت دخترها پناه رفته استاد شوکت ابلها صلحی اما جان. ایستد با شما را پرون چی؟ کلمه شهادت را بخوانید. صلحی نکست. با آن دنیا تنها نروید. ها اگر ندانید من به شما یاری میدهم. اشهد الله. بخشیشم که من کلمه شهادت میدانم. تمام تیار باشید. پدر جان این کارو نکنید. در این سن سال به محبس نروید. ها در محبس پوسیدن مردنتان رو نمیخواهم پدر جان. آنها رو نپرونید. ای چرا پرانم؟ تو را پرانم؟ او را پرانم؟ ها بگه. نه اقلا سمی رو نپرونید. شوکت رو پرونید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چرا شوکت رو پرونند؟ بگذار سمی رو پرونند. تمام. خلاص اید کی را پرانم کی را نپرانم از شما بپرسم. تمام دست کشیدم. نمیپرانم. نمیپرونه؟ نمیپرانم. ای سمی مبارک شما نمیپرونه. شوکت موسیم ده تبریک. شوخی کردم. کاری راست نیست. سمی تو و کجا میکنه؟ پدر نپرونه. اکه کنون التماس مورو نجاده از او کی هست؟ از میدینه. لعنتی من با شما نگفتم که از دختری او دست کشید. رو اکنون چیکاره که میخواید کنید؟ نامردی کردی اکه. رو بپرانم. کی رو میپرانی؟ همون بیلاموز ها را. پرانی شکار پراندگی. خدا چی میخواستم؟ شوکت ایستا. دم حکمیم. پایم اون رو باید کنم. کجا میپری تو؟ ایده اون رو باید خواه شوی. میپره. شوکت صفت نگو. خواهر عروس ما تقلید کردم به معنی نبود. ایش به معنی های. بدتری آب غرق شدن. خوب شدن. دیگر شما را ناراحت نمیکنند. غرق شدن. هش دارید. بخواه نمیرویم. رفتیم گفتم. شوکت این صدای چیست؟ پرنده؟ کدام پرنده؟ پرنده سرخور؟ اصلا این نمودی پرنده های بدبخت را کشتن لازم. پدر جان پرنده ها رو نپرونید. پرنده پراندن گناه است. ها پدر جان گوش کنید. صبحهایتان کم می شود. خاموش گپی پدر جانو نکن. پرنده های بدبخت را میپرانم.
وای ابا حیوان سیرش تموم نمیشه. گوره شوکت گوره پدر جان نفرانید پدر جان نفرانید. کی باشد؟ ای بچه کمیسر هوی کو؟ آخرش شاکد اوف. ای بچه من عصبی نکن. چی من نمیک شوید؟ اینجا چی گپ است ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید باید نماما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم در صبحی بر وقت آمدید از کجا میدونم؟ اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میبرمده. میگم من برادر من نباشه که زنده ام. کمیسر لطفاً بگوید که او زنده نیست چون که اون دیوانه اگر زنده باشد اهلی از پس من میشود. کمیسرم لطفاً گوید که امو زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه تر من جوابش میگم. لطفاً گوید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که اوز عصبم ویران میشود. روش کن شاکر مرا گناهگار نکن برادرم او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. بیگزار نابود حیوان مترشم برای میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمرد. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان رو میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دونم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ همونایی که قهرمانش میگن ماه ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس در گوشم آسک بگو. زنده می بود روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادری من بود، برادری نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود ولی از سبب اونی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را اکا میگفتم از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهگار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیل باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبرد تر پاره میکند. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کاروبار میگریزید ها؟ کنانی من سلام. کلتا کلاس زنده ای. چه خیل زنده از پسرم کلاس مرد. اگر زنده میبود چه خیل میمرد. جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. بله کلتا کلاس چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ رو برای کلتا کلاس زنده ای. زنده ای. آخر میگوید ممکن است زنده باشد. یعنی نقشت خوب است 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسای من دیگر نمیشناسند. اباشه توزی را مرا باور نمیکنی. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسنده هستم که. چرا خرسندی؟ برادرم کلتا کلاس میگن که زنده ای. حاضر همین خبرم میبرم در عروسک میرسانم. شوکته بس کن کلاس گوییت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختری او میدروی. تو چی خود میترسون چه که عزمی بازی ما ندو زینا پویا را حکم برام. اما فرمان ندی. ایگه پکم که بردار. صدایت رو نبرار. عصبم ویرون شده. تلفن‌های دختراش را گرفته. راستی گپ خودم نمیفوره که ما تلفن بگیرم. یک طرف به. سمی بقال. زود برو فسمو. باشه. صبر زیر کردیم تمام. باشه دی اونگی نکو. همه رخش رو بخم نغلطم بو. خیلی خوب. شوکت؟ نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش تو داری اینجا چیکار میکنی؟ عشقم یگون کس پیش راه ما رو نمیگیرن. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شدی اما اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمده؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدرت سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاقه در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم و کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه رو میکفونیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کت میکفونم. کیه؟ ای وقت پدر چه جان؟ ایادتان سخت لعنتی ها شاکر جدی کنی پایان شب لعنتی وقت کنی اینجا بیاد تو چی نبودو قدرستی نزدی دختر حیوان بیایی تو نمیم اینجا بیا حیوان سمی چهار میکنی؟ هیچ چیز نشده است شاکر بپر این بیا خرمای بلندی چه میپرم؟ لعنتی ها بخشش بپرسم از شما دستم را گیر بگویم گرختیم خیر
ایستد در ناموسا جان خوب هست وقتا کجا بگورزد ایستر جان ایده اونا یک جا فهمید متوجه نگورزد ایستد بگویم نگورزد ساختکارها ای مردک ما همین دختره تو را به آب رو گیریدسنیم ایستد با من گوش کنید از دخترهای عزمی دور می شوید اما همین خیل امشب در خانه او نامزدی است اگر یگان دیوانگی کنید هر دویتان رو پوست میکنم امروز در اطراف ننمایید چه خیلی که شما گوید اکای کنون عشقمان رو در دلمون گور میکنیم اگم شو ملائکه‌ای بگن گویا که این دروغ‌های تو رو من نمیفهمم حیوانها تو مگر رفیق کلاس نیستی حشرات بله زنده است همین خیلی اکای کنون جان یک بار به زبان مبارکت بگو زنده اگر کلاس زنده باشد در تی خاکم بود روی سمیر تو را پیدا میکند برادرم من این رو به دلم افتاده بودم آه هجری این کارو نباید با من میکردی تو را تیرباران میکنند همشهر هجری در کجا استقامت میکند میدونی؟ تو چی کار داری با هجری؟ با تو چی آخیر؟ میپرانم تو با چی میپرانی؟ با تپانچه آب پرانک؟ چه شوخی بود با انا این میپرانم آه هجری من تو را میپرانم و گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ هجری کی هست این دختر؟ نمیشناسم از ما چی میخواد این دختر؟ نمیدونم ولی نیتش خوب نیست با فکرم تو تمام شدی هجری میکشم تو را هجری گور است که این دختر تو را میکشد و گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ گهواره بخش گفت آخر این دختر را نمیشناسم گفتی کو هجری تو به من دروغ گفتی این دختر گهواره بخش تو بوده است کو؟ از کجا دارم سنم آخر اون بار خور بود دیده بودم من این را به تو نشان میدهم من سایرم هستم تو به همه جواب بدی هجری ای باشه بیود